برو و شوهرت را بخوان و به اینجا بیا. زن در جواب گفت: من شوهر ندارم. عیسی به وی گفت: تو راست گفتی که شوهر نداری، زیرا که 5 شوهر داشتی و کسی که الحال داری شوهر تو نیست. این سخنت راست است. زن به او گفت: ای آقا، میبینم که تو نبی هستی. پدران ما در بالای این کوه پرستش میکردند، ولی شما میگویید که جایی که در آن باید پرستش کرد در یروشلیم میباشد. لیکن ساعت میرسد و الکی رسیده است که پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا که پدر طالب این گونه پرستندگان خود می باشد. خدا روح است و آنهایی که او را پرستش می کنند باید به روح و راستی پرستش کنند. زن به او گفت: میدانم که خریستوس یعنی مسیح می آید. چون او آید از هر چیز به ما خبر خواهد داد. عیسی به وی گفت: من که با تو سخن می گویم همانم.